بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز خوش آمدید به چینل یوتیوب روزنو. ما سمیع الله سلطانی هستم و درس امروزی ما پیرامون صفات ملکی و ضمایر ملکی یا پوزیتیو ادجکتیوز و پوزیتیو پروناونس در زبان انگلیسی ما باشه. عزیزان، در درس امروز ما پیرامون خصوصیات و خواص صفات ملکی و همچنان ضمایر ملکی و تفاوت‌هایی که بین این دو گرامر انگلیسی موجود است بحث خواهیم داشت. در ابتدا گفته نظر به تعریف گفته در گرامر انگلیسی مالکیت و ارتباط داشتن از طریق دو چیز بیان میشه که یکیش اینمی صفات ملکی است و دیگه ضمایر ملکی است. اول از همه وقتی که ما میگیم مالکیت داشتن و ارتباط داشتن، دقیقا ما باید بفهمیم که هدف ما از مالکیت و ارتباط داشتن چی است. دوستا در این مثال پایین شما سعی کنید گفته This book is mine. این کتاب از من است یا مال من است. این هدف ما چی است؟ این جمله برای ما چی را میرسانه؟ یعنی ما مالک این کتاب هستیم، کتاب مربوط ماست و ما حق مالکیت بالای کتاب داریم. این میره دوستان مالکیت میگن. و ارتباط داشتن در جمله دیگه گفته He is my brother. او برادر من است. این جمله برای ما شما چی را میرسانه؟ این برای ما ای را میرسانه که بین ما و برادر ما یک ارتباط است. یعنی ما و برادرم ارتباط داریم، یعنی گپ مالکیت نیست که من مالک برادر خود هستم. به او خاطر نظر به گپ بالا گفتم مالکیت و ارتباط داشتن. در جمله اول ما موضوع مالکیت است، در جمله دوم ما ارتباط داشتن است که از طریق صفات ملکی و ضمایر ملکی بیان میشه. در بخش بعدی عزیزا موضوع شناخت پوزیتیو پروناون و پوزیتیو ادجکتیو است که ما باید بشناسیم که پوزیتیو ادجکتیو کدام است و پوزیتیو پروناون کدام است. دوستا شما اینجا میبینید که 7 دانه پوزیتیو ادجکتیو یا صفات ملکی داریم و پوزیتیو پروناون یا ضمایر ملکی داریم که از نگاه معنا هر دوش یک چیز است، ولی از نگاه کاربرد باز متفاوت است. تو نیست که معنایش یکی بود ما عین چیز ما میتونیم در هر جای از هر دوی ازی به یک شکل استفاده کنیم. نه دوستا، پوزیتیو ادجکتیو از خود موارد استفاده خود داره و پوزیتیو پروناون از خود داره. اول میبینیم که گفته پوزیتیو ادجکتیو در کجا استفاده میشه. گفته used before noun and describes it، یعنی قبل از اسم قرار میگیرن. اینمی صفات ملکی پوزیتیو ادجکتیو قبل از اسم قرار میگیرن و اسم چی میکنن؟ توصیف میکنن. دوستا پوزیتیو ادجکتیو قبل از اسم قرار میگیره و اسم چی میکنه؟ توصیف میکنه. توصیف کردن به چی مانا؟ مثال ما یک مثال براتون میگم که میگم این خانه قشنگ است. خانه اسم شد، قشنگ چی شد؟ توصیف خانه شد، یعنی برای مانای خانه یک چیزی افزوده شد. اسم چی کرد؟ توصیف کرد، تعریف کرد برای ما بیشتر در مورد خانه فهمیدیم. اینمو تو پوزیتیو ادجکتیو هم چی است؟ اسم مالکیت میبخشه، یعنی به معنای اسم معنای مالکیت یا ارتباط داشتن افزود میسازه که ما باز در مثال هایش به شکل عملی میبینیم که یعنی چه قسم. و در این طرف پوزیتیو پروناون است. پوزیتیو پروناون عزیزا گفته used instead of noun، با جای اسم قرار میگیره. and prevent from its repetition، و از تکرار اسم چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. دوستا یک گپ شما به خاطر داشته باشین، وقتی ما کلمه نام از پروناون میبریم یا از ضمیر میبریم، ضمیر در کل وظیفهش اینمی است که بجای اسم قرار میگیره. یعنی اسم نمیمانه که زیاد تکرار شود. یک بار اگر در یک بار تکرار شد، بار بار از تکرار اسم جلوگیری میکنه. چون اگر اسم بار بار تکرار شود باز می جملات ما خستکن میشه و تکراری میشه. از او خاطر ما از پروناون استفاده میکنیم. و صفت چی است؟ صفت به معنای اسم اضافه میکنه، یعنی اسم توصیف میکنه. این دو فرق هم داره دوستا عزیز، دو تفاوت هم داره در ذهن خود شما داشته باشید که بعد از در سلایدهای بعدی که میریم با استفاده از اینمی دو تفاوت ما مفهوم این دو گرامر انگلیسی را میفهمیم. یکی صفت به جای اسم قبل از اسم استفاده میشه و ضمیر چی است؟ ضمیر یا پروناون پوزیتیو پروناون به جای اسم به عوض اسم استفاده میشه.
با اینمی دو موضوع ما میریم مثال ها را میبینیم، برای ما واضح تر میشه که باز منظور ما دقیق چی بوده. مثلا در مثال های پوزیتیو ادجکتیوز یا صفات ملکی که شامل اینی 7 مورد است، گفته در مثالش گفته my home is near your shop. با خط سرخ که شما میبینید این اونمو صفات است. شما ببینید عزیزا که گفته my home چی است؟ home اسم است، قبل از اسم گفتیم قرار میگیره. اینه میبینید اینجا که قبل از اسم قرار گرفته my home، خانه من. اینجا چی کرد؟ به معنای اسم که home است یک چیز اضافه کرد، یعنی یک ملکیت، اسم ملکیت بخشید. my home گفتیم یعنی خانه من. صحیح است. is near your home، near your shop. و اینجا شاپ هم که شما میبینید شاپ اسم است و قبل از او صفت ملکی قرار گرفته که اینمی شاپ مربوط به your ساخته، یعنی مربوط به شما ساخته. متوجه شدین؟ به معنای اسم یک چیز افزود کرده، یعنی یک صفت ملکی سرش افزود کرده، یعنی ملکیت بخشیده به اسم. My home is near your home، خانه من نزدیک دکان شما است. درست شد نه؟ شما خب انشاءالله فهمیدین که صفت ملکی دقیقاً چی معنی، یعنی قبل از اسم قرار میگیره و به معنای اسم افزود میکنه، یعنی اسم مالکیت میبخشه دوستا. یا مثلا در مثال بعدی their job is easy، their job is easy، job اسم شد قبل از صفت ملکی، وظیفه آنها آسان است. their job وظیفه آنها آسان است، پیش از اسم قرار گرفت. درست است دوستا، بسیار آسان است. شما فقط بینمی مفهومش بفهمین، انشاءالله هیچ کدام مشکل دیگه نیست. مثلا گفته در جمله سیام I travel to our country next week، من به کشور خود یا کشور ما هفته بعد سفر میکنم. country اسم شد قبل از او صفت ملکی، یعنی کشور مربوط ما است. our country گفتیم کشور ما. درست. و در جمله سوم گفته he loves his son، he loves his son، او پسر خود را دوست دارد. اینجا همون گپ تعریف اول ما بود دوستا. تعریف اول ما است که گفتیم یکی ملکیت نشان بده، یکی ارتباطه. در اینجا دیگه که he loves his son کدام موضوع مالکیت نیست، موضوع ارتباط است، یعنی او پسر خود دوست داره. his son یعنی حس که صفت ملکی است و صفت دوستای عزیز حس که است برای آقا استفاده میشه. اینجا شما اینی میگه پا متوجه باشین، حس برای آقا استفاده میشه اگر منظور آقا باشه، و اگر هر گفتیم خانم است، و اتسام برای حیوان یا برای بیجان استفاده میشه. وقتی ما بخوایم یک چیزی را به یک خانم ارتباط بدیم از هر استفاده میکنیم، برای آقا از حس. در این جمله ما میبینیم که شما حس گفتیم یعنی آقا است. و دیگه مثال ما گفته I saw her brother، ما برادر او خانم را دیدم. هر گفتیم چون این برادر مربوط یک خانم است. هر برادر اسم شد و قبل از چی قرار گرفت؟ صفت ملکی قرار گرفت. درست. ملکیت یعنی ارتباط داد این برادر با کی؟ با او خانم. هر برادر. Your car looks nice، موتر شما چی معلوم میشه؟ مقبول معلوم میشه. Because its color is white، به خاطر که رنگش سفید است. Its color رنگ یعنی اسم است. Its color رنگ او، یعنی یک موتر چون یک جنس بیجان است به او خاطر از استفاده کردیم. انشاءالله تا اینجا مفهوم درس برتان واضح بوده باشه. اگر ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنین تا از این قسم ویدیوهای بیشتر بعد دسترس شما قرار بگیره. میریم بخش بعدی ما که موضوع پوزیتیو پروناونس یا ضمایر ملکی است که بفهمیم که ای چی است عزیزا. ضمایر ملکی هم اینی 7 دانه است که معنا و مفهومش عیناً مثل صفات ملکی است، ولی کاربردش دوستا متفاوت است. اگر به یادتان باشه در تعریفش گفتیم که بجای اسم قرار میگیره، از تکرار اسم جلوگیری میکنه. این دوستا وقتی که نام پروناون نمیشنوین دائم اینمی تعریف در ذهنتان بیایه که پروناون وظیفهش فقط جلوگیری از تکرار اسم است و صفت توصیف اسم است. اینمی دو موضوع را در نظر داشته باشین. و یک موضوع دیگه هم که بجای اسم قرار میگیره پروناون و صفت پیش از اسم قرار میگیره. خب در این مثال هایی که با پوزیتیو پروناونز گفتیم سعی کنین. مثال اوله گفته your car runs quicker than my car،
موتر شما یا ماشین شما نسبت به موتر من سریعتر میدود. درست، یعنی سریعتر حرکت میکند. خب اینجا شما ببینید که موتر یا کار چند بار تکرار شده در این جمله ما؟ 2 بار تکرار شده. یکی در شروع جمله your car گفته و یکی در آخر جمله که گفته my car. یعنی اسم موتر 2 بار در یک جمله تکرار شده و ما نمیخواهیم که تکرار اسم ما زیادتر تکرار شود، چون هر چقدر اسم تکرار شود جملات ما سکته و خسته کن به نظر میرسه. پس باید چی کنیم؟ از تکرار اسم جلوگیری کنیم و میتونیم که از چی؟ از صفات ملکی، چون که اینجا موضوع ملکیت است. my car یعنی موتر من، پس لازم نیست که ما موتر من 2 بار تکرار کنیم. موتر از صفات از ضمایر ملکی استفاده میکنیم. سعی کنیم جمله ما چه قسم جور میشه؟ your car runs quicker than mine. اینجا که ما کلمه mine نگفتیم، mine چون مانا میته از من، یعنی این موتر دوم مربوط ما از my car گفتیم. این دیدین که از تکرار اسم موتر دوم برای بار دوم تکرارش جلوگیری کردیم. your car runs quicker، موتر شما تیزتر میدود than mine. عیناً مفهوم جمله اول است ولی کوتاه‌تر و مختصرتر دوست عزیز. یا مثال دوم شما سعی کنین their home is new and your home is new too. خانه آنها جدید است و خانه شما همچنان جدید است. اینجا ببینید که هم چند بار تکرار شده؟ هم 2 بار تکرار شده. وقتی که منظور جمله اول فهمیدیم که هم یعنی خانه آنها یعنی موضوع ملکیت است، در اسم دوم دیگه تکرار نمی کنیم، از ضمایر ملکی استفاده میکنیم عزیزا. ضمایر ملکی که وقتی بگویم از شما چی میگیم؟ yours. جمله ما چه قسم جور میشه؟ their home is new، خانه آنها جدید است، and yours too، و خانه شما. یعنی yours که گفتیم منظور ما خانه است، چون در جمله اول موضوع مشخص است که موضوع خانه است. and yours too، و خانه شما همچنان. درست است. جمله اول هم مشکل نداره عزیزا. جمله اول هم هیچ از نگاه مفهوم مانا مشکل نداره که یعنی ما بگویم غلط است، غلط نیست دوستا، ولی جمله دوم بهتر است از جمله اول کرده، به مراتب بهتر است. ضمایر ملکی وظیفه شان اینمی است که از تکرار اسم بار بار جلوگیری کنند. جمله دوم ما بهتر میشه. یا مثال سوم ما گفته is your computer fast as his computer. آیا کامپیوتر شما تیزتر یا سریعتر مانند کامپیوتر او آقا است؟ his کامپیوتر گفتیم چون his آمده. his از کی را میگه؟ از آقا را میگه. کامپیوتر 2 بار تکرار آمده دو جمله، پس باید چه قسمی را جور کنیم؟ is your computer fast as his. وقتی که میگیم as his یعنی از او آقا کده، از کامپیوتر او آقا کده. آیا کامپیوتر شما تیزتر یا سریعتر است؟ این به این شکل دوست عزیز. انشالله که موضوع برتان واضح شده باشه. فقط تفاوت این دو تا اینمی است دوست عزیز که صفات ملکی قبل از اسم قرار میگیره و اسم تعریف میکنه و ضمایر ملکی به عوض اسم استفاده میشه و از تکرار جلوگیری میکنه. دوستایی بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم. شب روزتان خوش.